مال شما باندا پهلوان نامور سفرزاده پهلوان از ناحیه مسجد غالب دانسته شد و برد خود را صاحب گردید. آفرین و هنر والایی هر دو پهلوان. 100 سومون 100 سومون حساب خزینه، 100 سومون حساب مخلصاشون، 200 سومون یک سرکه، 200 سومون یک سرکه بردی هر دو پهلوان معین شده بود. همون برد رو تعیین کردیم به هر دو پهلوان برای کار تمام دادیم. بنامی شخصی برآمد دیار، نفری شناخته مرحوم، نفری که پیوسته در آبادی دیار سهمین نظررس داشتند، دولتزاده ملاسن حاجی ملاسن دولتزاده 300 سامانی به خزینه نوروزی وارد کرده شد که به پیوندانشان و نویره و فرزندانشان در این روز سعید سربلندی تمنا داریم. گفتن مالا از نام محسن پهلوان اینچنین 200 سامانی به خزینه وارد کرده شد. حریفی محترم داور، حریف انوشیروان پهلوان، پهلوان از جمهوری برادری ازبکستان، سیفالدین پهلوان، سیفالدین پهلوان از جمهوری برادری ازبکستان آماده گشتنگیری شده استادم با انوشیروان پهلوان از جمهوری تاجیکستان. از ناحیه مسجد دو پهلوان نامور کوبه همدیگر را میسنجند. برد یک سرکه 200 سامانی از حساب خزینه نوروزی. از نام محسن پهلوان 300 سامانی به خزینه نوروزی وارد کرده شد. از جانب مرحوم حاجی ملاسن دولتزاده 200 سامانی دیگر به خزینه نوروزی وارد شد. اقبال جو تلفن اقبال میدیم. پهلوانا با افاقه بیایید. وقت غنیمت است. میدان از بلاره. تلفنش که یکون چای کن گوبر گرد بیارد پیش ما. بچه خودم گوشتنگر نشه به همه شما این نشه. یا قپه یا جدا کنه اینا با همین میدان سوم میکنم. پهلوانا حرکت، پهلوانا حرکت. پیوسته یاری تیپی جماعت فنداران که طبیبان مشفق عبدالستار حافظزاده محترم طبیب حاضق پیرو و دیگر رفیقانشان در خدمت این مردم شب و روزی خدمت میکنند. از حساب خزینه نوروزی یک بالاپوش خارجی و همچنین یک برگ سبز یک تحفه نوروزی و کارمندان تقدیم کردند. یک دقیقه از جانبی داور وقت جدا کردیم.
خلیفه قلندر و وزیر قلندر و ناحیه جبار رسولov پهلوان نوبر تاجزاده تاشو از ذهن رو کوه همدیگر رو میسنجن به هر دو پهلوان برای رکورد تمنا داریم. بردی دو پهلوان الو اما خدا شد گرم کلاکی کیم خارجی شما من چی بزن 50 سامانی مبلغ برای از سال چی من زنگ زده که تاکسی زنگ زده باشه دیگه اون وقت اطراف میدان برای فاقه بیاد میگه اون وقت تاکسی زنگ زده باشه 100 سامانی از سال مخلصشان بالای بردی تاش افزان کرده ناحیه جبار رسولov مرحمت پهلوانایی که تشریف دارند با میدان نزدیک شوند. پهلوان تاشف غالب دانسته شد و برد خود را صاحب گشتن. آفرین و هنری مولایشان. تاجزاده پهلوان رجبزاده ناحیه جبار رسولov با پهلوان تاشف ناحیه مسشاه کوبای همدیگر را میسنجند به هر دو پهلوان برای رکورد تمنا دارند. برد یک سرکه 50 سامانی از حساب خزینه نوروزی و از حساب مخلصشان برای پهلوان تاشف 200 سامانی دیگر زم کرده شد. یک سرکه 250 سامانی یک سرکه بردی دو پهلوان نوور دو پهلوان شناخته. مرحمت از نام نفری برومند عالم شناخته مرحوم دامالله عطیاخان غفورزاده 300 سامانی به خزینه نوروزی وارد کرده شد. مرحوم دامالله از نفرانی بودند که در آبادانی دیار و در معرفت کنانی مردم نهایت سهمی نمایانی داشتند. یادشان بخیر. ناظم و بابای خلیفه 400 سامانی به خزینه نوروزی وارد کردند. بابای خلیفه ناظم زاده فردی کلانسال و برومند دیار که پیوسته در آبادانی دیار سهمی نمایان دارند. در کارهایشان برای کار در این روز فیروز تمام دارند. خواهش میکنم از جانب محلی لبی پخته همون نفرهایی که خلال رسونده استاده یک طرف استید که مردم علاقه پیوسته آگاه کرد سازند. دو پهلوان نوور قوای همدیگر را میسنجند و بردی دو پهلوان نوور از حساب خزینه یک سرکه 250 سامانی معین شده است. پهلوان حرکت 1 دقیقه از جانب دوبار وقت جدا کرد. 1 دقیقه حرکت پهلوان محترم حرکت وقت غنیمت است. باد هوای مساعدم نهایت موافق است. نوروز است، آغاز فصل بهار است. خیلی که گفتن تاجزاده از ناحیه مسشاه با پهلوان ناحیه شهرستان کوبای همدیگر رو میسنجند. برد این پهلوانان دو پهلوان نوور دو پهلوان شناخته دو پهلوانی که بیرون از جمهوری علاقه شناخته شدند. پهلوان ابوبکر موسیف دو قهرمان پهلوان نوور از ناحیه شهرستان کوبای همدیگر رو میسنجند. برد این دو پهلوان
یک پرواز خارجی و یک بسته اشیاءهای آشخانه معین شده است و 50 سومانی از سوی خزینه نوروزی. یوتیوب میرخ ها قهرمان پهلوان نوور با ابوبکر پهلوان، دو پهلوان ورزیده خوبه هم دیگر رو میسنن. از جانبی آموزگار سابق، آموزگار ورزیده توتشا توتیف 300 سومانی، خلیفه ناظم زاده 400 سومانی و همچنین از جانبی مرحوم فرزند برومند دیار داملو عطی آخا غفورزاده 300 سومانی به خزینه نوروز وارد کرده شد و این نفران و پیوندان این نفران در این روز فیروز سربلندی بردباری تمنا دارند. 1 دقیقه پهلوان ها در اختیار خود وقت دارند. یه قهرمان میگون همینا قهرمان گندش همینا همی قهرمان یا عبدالرحمن بود گم شد برفت نه شهرستون بود تو نیسته نمیگردی معلوم پیراکوف او گردنش بند کرده بهیروخ پهلوان کریم زاده جبار رسول خوبه همدیگر رو میسنجند. دو پهلوان ورزیده برد دو پهلوان، یک ترماس خارجی و یک بسته اشیاءهای آشخانه با 50 سومانی معین. چی فویده انتون خود فیگور دیرو میگیرن پهلوان های گرانوزن که از جمهوری همسایه و از ناحیه های اطراف تشریف آوردن میدان از دلیر است. مرحمت به میدان نزدیک شوند. بچه های میدان از میدان بیرون کنید، از رای طرف دولت زاده بچه ها از میدان بیرون کنید. بچه های میدان خیلی اساس دارن. اوپا حکم داور خطئی است. بازی دو رنگ حسابیده می شود. پهلوانان آماده کشتی گیری می شود. در میدان پهلوان های نابتی پیرکزاده از دهی رخ با پهلوان از ناحیه جبار رسول خونسنجی کرده ایستادند. محترم پهلوانان و تماشابینان قطعی دیده ایستاده‌ایم که خداوند هوای موافق به ما عطا کرده است و در همین موافقت بودن هوا باید که تیستر هم خونسنجی کنیم هم مردم پهلوان حفیظ‌زاده از صاحبان میدان خونسنجی کرده ایستادند. پهلوان حفیظ‌زاده با لباس ورزشی سفید با پهلوان کریم زاده از ناحیه جبار رسول با لباس ورزشی ملل خونسنجی کرده ایستادند. به هر دو پهلوانان برای کار غیر بی‌جای تمنا می‌کنم. در این سبقت پهلوان حفیظ‌زاده دست بالا گشت و بند را صاحب گردید. حالا به میدان پهلوان دیگر بردی پهلوان یک چند کشک بود و پهلوان تقدیم کنید. حالا در میدان پهلوان زیایوف از ناحیه جبار رسول با لباس ورزشی سیاه با پهلوان حفیظ‌زاده از صاحبان میدان خونسنجی میکنند
بردی پهلوانان یک چند کشک و یک پیچکه یک روزو کسب آمانی مرحمت پهلوانان پهلوانای محترم همه اطراف میدان خالی کنید مردم از دور تماشا کرده میده توله یک نفری بگوید التماس خورشید اونده خورشید در میدان پهلوان‌های نامزدی یک نمایندی گاهی جبار رسول با لباس ورزشی سیاه و پهلوانی از صاحبان میدان با لباس ورزشی سفید خوی همدیگر رو سنجیده دادن. داور میدان یکی از پهلوان‌های شناختی دیار نوروز زاده. مرحمت پهلوانان محترم یک غیره نشان دید من هوا خیلی برای گوشتین موافق و مناسب و شاینده است نه گرم و نه خنک موافق طبع چقدر غیرت کنه حرکت کنه علاق نمیکنه مرحمت کرده غیرت نشان دید حرکت کنه کوشش کنه به مقصد رسید. بیت‌المال پهلوانان میرسانیم که پهلوانی شناخته دایی جبار رسولوف خورشید پهلوان آماده گوشتینگری‌اند و در اطراف میدان حریف خود را انتظارند. خورشید پهلوان در اطراف میدانند و حریف خود را انتظارند. مرحمت آنهایی که آرزوی سرخطی ها را مرحمت کرده بیارند. پهلوان امام نظر هم در همین جا هستند. مرحمت اونهایی که آرزو دارند با این پهلوانان گوشتین گرفتن آماده شوید و همه آن پهلوانایی که از دورتر آمده این میدان مراجعه میدهند مردم را تماشا می‌دارند ما مهربانی مردم بیان میکنیم با آنها صدا آفرین و محترم پهلوانان وقت رفت ایستاده است. داور میدان برای پهلوانان 1 دقیقه وقت جدا کردند. مرحمت در این 1 دقیقه حرکت کنید کوشش کنید مردم تماشا دهید. گل گفت که من یوسف مصری چمنم یاقوت گرانمایه پرزر دهنم گفتم تو که یوسف نشانه بنمای گفتا که بخون آغشته بین پیرهنم ای بهار ناز بهر زینت گلها بیا. پهلوان ها را جدا مهمان ها قطع گوشتی گرفت انتقال صاحبان میدان خود به خود نگرفته با مهمان ها گرفت. حالا در میدان پهلوان امام نظر با پهلوان از صاحبان میدان دولت زاده آماده گوشتینگری اند. یا بچه انا جنابه که دیده شده پهلوان امام نظر با لباسی ورزشی سیاه و پهلوان از صاحبان میدان دولت زاده با لباسی ورزشی کبوتچه خورسنجی کرده ایستاده‌اند به هر دو پهلوانان برای کار می‌خواهیم. بردی پهلوانان یک سرکه سامانی اطراف میدانند راست میسته برادر عزیز مردم در خفا نشستند امید تماشا دارند میخواهند تماشای زیبا کنند اگر با آنها خلل رساند بعد کار موخوم میشود. در کجا بود در میدان یک نفری بیایید. در میدان پهلوان نوبتی از ناحیه جبار رسولوف از خویشاوندان خود ما از مردم دهی لنگلی یا سنگو یا همونجا اینا هم مردم بچه‌اند. امام نظر با پهلوان از صاحبان میدان دولتزاده قوه‌سنجی کرده ایستاده‌اند به هر دو پهلوانان برای کار می‌خواهیم. بردی پهلوانان یک شرکت از سامانی تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. اگر خودتان نشان ندهید هنرتان نشان ندهید شما را نمیشناسند نهفته میماند هنرتان. هنر در میدان نشان میدهید. مرحمت تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد.
هر بیشه گمان ببر که خالیش شاید که پلنگ خفته باشه با شیرین زبانی و لطف و خوشی توانی که پیل به موی کشی نگه کن به دل لشکری نامدار جوانان شایسته ای کارزار نتونی هیچ کی سر کوساش کن با برای دوستان عزیز پهلوان هایی که از ناحیه های دورتر از جمهوری ازبکستان از خویشاوندان ناحیه جوان رسول و اینجا قدم رنجه کرده رسمی دوستی را به جا آوردن و گفتی استاد آبا عبدالله روزی که را به جا آوردن که هیچ شادی نیست اندر این جهان بهتر از دیداری روی دوستان هیچ شادی نیست اندر این جهان بهتر از دیداری روی دوستان هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراقی دوستان پرهنر دامن میدان برای پهلوانان 1 دقیقه وقت جدا کردن در این 1 دقیقه یک غیرتی بهارانه رو به جنبش آورده چه نوعی که طبیعت بیدار شده به سبزیش در آمده است حرکت کنید به مقصد میرسید سوس کرده سر کوساش کن زیر که امور انا عمل عده سید پایده مروب تو میدو اینجای گوشتینگریان با صاحبان میدان پهلوان دولت زاده آماده خفقت شدن به هر دو پهلوانان برای کار میکنند پهلوان از صاحبان میدان دولت زاده با لباس ورزشی کبود و خورشید پهلوان از ناحیه جوان رسول با لباس ورزشی سیاه روزی پهلوانان یک سرکه خستامانی بدونش کنه روش خودکار کرد کشته ولی من میگم دست توشی میخوام ولی میتونی ساکی در میدان پهلوان های نوبتی دولت زاده از صاحبان میدان و خورشید پهلوان از مهمان ها از ناحیه جوان رسول با لباس ورزشی سیاه کمر همدیگر را داشته ایستادند و هر دو پهلوانان برای کار دوری پهلوان یک سرکه خستامانی مانده شده است در این خوبسنجی خورشید پهلوان دست بالا گشت و جز را صاحب شدید حالا به میدان دیگر وارد خورشید پهلوان سبخط میکنم به هر دو پهلوانان بدار کار میخواهید پهلوان های نوبتی خورشید پهلوان از ناحیه جوان رسول از صاحبان میدان پهلوان کتای با لباس ورزشی ملرنگ آماده گوشتینگری شدن و کمر همدیگر رو میبندند میگیرند دوزی پهلوانان یک پیشکه و یک کمپلین و یک بالیش هر سامانی آمد بهار و سیر گلستان غنیمت غنیمت است برادر عزیز این لحظه این دقیقه این لحظه این دقیقه با خوبی بگوید آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است بزمی وصال گلچه خندان غنیمت است ترسامانی دیگر از طرفی وکیل مردمی سلیم باش ترسامانی و خزینی دارو موردن پهلوانان محترم روزرده های غنیمت استفاده برید آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است بزمی وصال غنچه خندان غنیمت است
با قامتی خمیده روم سوی بوستان نظاره بلاشم و ریها غنیمت ای باغبان ای باغبان بیرون چی بیروی بردم به پای سلم خرامات برید داوری میدان برای پهلوان یک دقیقه وقت جدا کردید دورش بابا دو از نام پهلوان محسن خزینه صد سامانی وارد کردید اگه کرده استادن به هر دو پهلوانان برار کن میخواد پهلوان های نوبتی از صاحبان میدان پابیلوف بازباس ورزشی سیاه قهرمان بازی پهلوان ها یک یکم بار بینن اون مشنیدم خود زنگ قهرمان همین بده زور همین بده پهلوان های نوبتی پهلوان از شهرستان و از کابل و از صاحبان میدان و هم دیگر شرکت کرده ایستادن و گوش میکنیم تمنا میکنیم که بازی پیشتر به انجام رسانیده مردم تو تماشای زیبایشان تماشا دید اون دولت زد کافر میشه اون از اینا بچه مالادس او فارینا زاسلون خطیبای چپ درام نگرا چپ درام نگرا به اعتبار صاحبان میدان مردم بهی پیام میرسانیم که آهسته آهسته در رد مهمانان خوراک را گذارید محترم پهلوانان سرود زیبا گوش کرده بسیار ملایم حرکت کردید یا حرکت کنید یه توشکن تموم شد زایده لامو بیاش نیچه کار شد